حتما تا به حال در مورد بسیاری از سلبریتی ها دقت کردید که در هر فیلمی که بازی میکنن ممکنه با یک قیافه متفاوت بیان. یه وقتی میبینید قیافشون لاغر و تکیده نشون میده، یه وقتی میبینید که چاق و فربه هستن، یه وقتی میبینید که سیبیلای خیلی بلند دارن، یه وقتی میبینید که حالت خیلی زمختن، یه وقتی میبینید که بسیار بیبی فیس هستن. اینا به خاطر کارهایی که متخصصین گریم به صورت موقت میتونن رو صورتشون انجام بدن تبدیل به اون شخصیت هایی میشن که کارگردان بهش نیاز داره. ولی در طب زیبایی ما همین کارا رو برای مدت بیشتری برای فرد انجام میدیم. مثلا فردی که قیافه تکیده داره، زیر چشش گود رفته، با روش‌های خاص با تزریقاتی که انجام میدیم سبب میشه که 10 تا 15 سال جوانتر بشه و این تداوم تا 1 الی 1.5 سال ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه بخواد دوباره تمدید کنه تزریقشو. منتها مثل همون گریموری که با مهارت چگونگی تغییر چهره رو با وسایل گریم تعیین میکنه، پزشکی که کار زیبایی انجام میده باید دقیقاً بدونه که هندسه صورت فردی که مراجعه میکنه یا زیباجو بهش اجازه میده که تا چه حد تغییر در زیر چشم، در لبها، در گونه ها، در بینی و یا در ناحیه شقیقه یا گردن ایجاد بکنه. هر گونه اشتباه در تزریقات سبب میشه که شخص نه تنها زیبا نباشه بلکه بسیار زشت و خشن به نظر برسه. من در 2 موردی که در این پست خدمتتون خواهم گفت در مورد سلبریتی های بین المللی به شما نشون میدم که چجوری در یه فرد با تزریق مناسب بر اساس دانشی که فرد بر روی هندسه صورت سلبریتی داشته سبب جذابیت بیشتر او شده و چجوری با دستکاری‌های بیش از اندازه در سلبریتی دیگه نه تنها زیبا نشده بلکه مقداری هم چهره ناخوشایند پیدا کرده. بریم با هم ببینیم. همینطور که در این چهره میبینید ایشون آیه برادلی کوپر هستن، از هنرپیشه‌های بزرگی که جایزه اسکار هم گرفتن. ایشون الان میبینید که زیر چشمشون یه گودی داره که در ناحیه تیرتراپ هستش و تا کل حدقه دور چشم در زیر چشم گرفته. در واقع این ناحیه سبب شده که حالت خستگی و تاکیدگی در ایشون نشون میشه. یعنی هر کسی اینو ببینه متوجه میشه که ایشون خسته و تاکیده است. همونطور که میبینید چشمای گود رفته، خسته، تاکیده و چند تا چین در زیر چشم. از اون طرف گونه پر زیر چشم پر شده، ناودن اشکی هم پر شده و بسیار جذاب و زیبا. ولی الان در این تصویر حتما قیافه این هنرپیشه معروف رو میشناسید. ایشون خانم نیکول کیدمن هستن که قبل از اینکه هنرپیشه بشن صورتشون به این شکل بود. در واقع هندسه صورتشون اجازه میداد که تغییراتی در این حد ایجاد بشه براشون. همینطور که تو این تصویر میبینید ایشون یه چهره یک سلبریتی هست به نام خانم نیکول کیدمن در ابتدایی که ایشون هنرپیشه بشن، ولی بعد از مدتی تصویرشون کاملا تغییر کرد. ایشون در واقع توسط کارگردانای به نام کشف شد، چون میدونستن که چهرهشون هارمونی‌های لازم از نظر اجزای گونه، بینی، دندان، چشم و پیشانی داره، منتها باید یه ذره دستکاری بشه.
بنابراین با دستکاری‌هایی که انجام دادن یه همچین چهره‌ای به روی اومد. در چهره اولیه ابروهای کوتاه، چشمای تقریبا باریک و گونه‌های نیمه برآمده و پیشانی بلند. ولی در اینجا کم کم تغییر چهره کامل مشخصه. ابروها، ادامه ابروها پر شد، یعنی در واقع یک کاشت ابروی کوچولو انجام دادن. پلکاشون، موژه هاشون بلند شد. اندازه موژه حالا انشالله در پست‌های بعدی خدمتون میگم که در چه حالتی باشه جذاب تر است. آیا بلند خوبه یا کوتاه یا متوسط. همچنین گونه هایی که تزریقات کافی در زیر گونه انجام شده با یک شیب ملایم زیر چشم که کنتراست رو خیلی زیبا نشون میده و تزریق در کناره زیر کناره لترال چشم، یعنی کناره خارجی چشم تموم شده. این یه چهره زیبا بهشون داده که در واقع میشه گفت بهترین ورژن خودش بوده. منتها بعد از مدتی دستکاری که کرده یه همچین چهره‌ای براشون ایجاد شده که بسیار بسیار چهره هیوج، حجیم، با گونه های برآمده، با منطقه زیر گونه کاملا پر و تزریق در شقیقه، در زیر چشم، تزریق اووروالیوم در گونه ها و حتی در گردن و چانه. یعنی قبل از اون و بعد از اون. حالا چرا این کار رو انجام داده؟ شاید میخواسته در یه فیلمی بازی بکنه که نیاز بوده که کاراکتر چاق بشه و این کاراکتر رو نمیشد با گریم ایجاد کرد. حتما باید حداقل یه 15 کیلو 20 کیلویشون چاق میشد. خب پول هالیوود هم پول زیادیه، آدم اشکال نداره یه 20 کیلو چاق بشه دوباره خوش رو لاغر کنه. ولی بهترین ورژن ایشون این حالت بود که از حالت کاملا آماتور تبدیل شدن به یک حالت کاملا حرفه‌ای و بعد تبدیل شدن به یک فرد کاملا چاق، آبیس و پر از بافت چربی. البته احتمال داره با مشاوره یه پزشک زیبایی به این حجم از چهره پردازی رسیده باشن و ایشون هیچ وقت ریسک نمیکنه که صورتشو در این حد به قول خودمونی هاریبل، وحشتناک نشون بده. حتما باید موضوع بیزینس مطرح باشه. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که این هارمونی که در صورت ایشون ایجاد شده کاملا یک خانم جا افتاده، زیبا، جذاب، با ابروهای متنفذ، چشمای زیبا، دندانهای روشن و برآمده و لبهای نه بزرگ نه کوچک و گونه کاملا متوسط که ناحیه‌های مختلف رو به صورت کنتراست چاق و لاغر در کنار هم قرار داده. نکته‌ای که مهمه اینه که باید بدونیم که با کدام تزریق و استفاده از کدام محصول، مثلا ژل یا مزوژل یا چربی و یا مثلا سلول‌های بنیادی، چجوری میتونیم هندسه صورت رو تغییر بدیم که فرد جذاب تر بشه و اونجایی که نمیتونیم باید بهشون بگیم که این کار امکان نداره.
در بسیاری از موارد زیباجویانی که به ما مراجعه میکنن ما احتمال این که تا چند درصد ممکنه در کدام قسمت از چهرهشون کاری انجام بدیم که سبب جوانسازیشون بشه و چهرهشون رو بشاشتر و زیباتر و اترکتیفتر جذابتر نشون بده بهشون میگیم. این کار پس از تصویر برداری از چهره و آنالیز پوست و ارائه پلن مناسب و ایجاد یک راهکار درست در جلسه اول مشاوره انجام خواهد شد. برای مشاوره جهت کارهای زیبایی در خدمتتون هستیم. میتونید دایرکت پیام بدید، میتونید با شماره تلفنی که در کپشن گذاشتیم برای ما پیام ارسال کنید. ما بهترین راهکار رو برای شما حتما خواهیم گفت.